به نام آفریدگار هستی. بزرگواران، در این برنامه قصد دارم تا در مورد 8 نفر از کسایی که دارایی 3,600,000,000 نفر از جمعیت جهان رو در اختیار دارد که به نقل از یورونیوز می باشد صحبت کنم. در این برنامه فقط اسم اشخاص و کمپانی هاشون رو خدمت شما عرض می کنم. بیل گیتس، مایکروسافت، آمانسیو اورتگا، زارا و اینتیدکس، وارن بافت، برکشایر هاتاوی، کارلوس اسلیم، امریکن موبیل، جف بزوس، آمازون، مارک زاکربرگ، فیسبوک و در آخر لارنس الیسون، اوراکل. با سپاس از همراهی شما. پاینده ایران.